دوستان من واقعا نمیبخشم اینایی که به اسم امیر تتلو پیج میزنن، این آیدی های فیک و حتی این فن پیج ها رو برای چی این همه با اسم امیر تتلو فن پیج زدید و این همه فیلم ها رو میذارید تو این اینستاگرام و نمیذارید. ما میخوام آقا این اینستاگراممون تعطیل باشه، ملت بیان روی یوتیوب. اون هواداری که میاد فیلم ما رو میذاره روی این اینستاگرام، فیلمی که تو پیج خودمون نذاشتیم، این هوادار نی، این دزده، این بی شرفه، این بی غیرته. نکنید آقا. من دوست ندارم توی این اینستاگرام این همه پیج بسازید با اسم امیر تتلو و این همه فیلم های ما رو بذارید. من میخوام هواداران بیان روی یوتیوب. این کار دزدیه، این کار خودتون میخوایم فالو بگیرید اسمشو گذاشتید هواداری. هواداری یعنی آقا بگردی ببینی من چی دوست دارم اون کار انجام بدی. من دوست ندارم شما آیدی داشته باشید تو این اینستاگرام، آیدی تتلو رو بیارید بالا، امیر تتلو رو بیارید بالا. اصلا دوست ندارم تو این استا باشم. بفهمید، شعور داشته باشید.